یه توپ قطری بلند از سمت چپ راه میندازه دانیال اسماعیلی، پر رو وارد محوطه جریمه شده، دانیال ضربه‌اش رو میزنه، دفعه توپ عالی از دروازه‌بان پشت محوطه بود، حالا ضربه مستقیم زده میشه تیر دروازه تراکتور. هم به لعی ها همچنان پرسپولیس در 1/3 زمین، تراکتور صاحب توپ در گوشه زمین. فرصت هست داخل محوطه جریمه، محمد عمری رد میکنه، ضربه‌اش رو میزنه، خطرناک. همیشه داشته باعث شده که یه مقدار احتیاط بکنن. عجب اشتباهی کرد دوریه. حسین زاده پشت محوطه جریمه، ضربه‌اش رو میزنه، عالی هم میزنه، دفع توپ. پاسای تک ضرب پشت محوطه جریمه، حسین زاده ضربه‌اش رو میزنه به توپ، عکس العمل دروازه‌بان در ریباند، فرصت برای تراکتور. حالا باز هم تراکتور، حسین زاده در عرض کار میکنه، فرصت عالی برای تراکتوری ها، موقعیت در دوباره توپ رو در اختیار میگیرن قرمز پوشان. سدلار، هالیلوویچ، فرصت هست، فوتبال تک ضرب از قرمز پوشان، فرصت، موقعیت، یه ضربه عالی و گل، گل برای تراکتور. در امیر حسین زاده، ببینیم صحنه قبلی رو، کنترل توپ، چرخش، یه ضربه دقایق تلف شده بازی، در حالی که 1-0 تراکتور پیش هست. باکیچ حرکت میکنه، ضربه‌ش رو میزنه، خطرناک، چه گلی زد باکیچ، دروازه تراکتور رو باز میکنه مارکو باکیچ و حساب کار 1-1 مساوی میشه. خیلی جای خوبی بود این ضربه کاشته و ازش استفاده کرد مارکو باکیچ و کار به تساوی میکشه. بهترین شکل ممکن ضربه‌اش رو زد. عرض کردم نباید 10 نفره بودن پرسپولیس